سلام، خوش اومده به یه ویدیوی دیگه از کانال تحلیل بیت کوین با یک تریدر. توی ویدیو بیت کوین و دامیننس بیت کوین رو با هم دیگه تحلیل می‌کنیم چون می‌خوام زود ویدیو رو تمومش کنم. ولی آدرس داد دیدم شاید نگاه با هم انداختیم. من یه تحلیلگر نیستم و یه تریدرم و دوستم ندارم مثل تحلیلگر براتون تحلیل کنم بگم اگه اینجا رو شکست احتمالش هست بریزه، اینجا رو بشکنه احتمالش هست بره بالا. بعد و هر سم بازار حرکت کنه بگم آره ما احتمالش رو دادیم. من تو روزهای معاملاتی نظر خودم و راجع به بیت و حرکت بیت بهتون میگم و اون پوزیشنی که میخوام تو اون روز بگیرم و باهاتون به اشتراک میذارم. خوشحال میشم اگه از سبک تحلیل من خوش اومد کنه من عضو بشین و همراه من باشید. اول سه تا خبر مهم بهتون بگم. امروز امشب یعنی ساعت 10:10 به وقت ایران سخنرانی جرام پاول داریم که به خاطر این سخنرانی حرکات شدید توی بازار اصلا حرکت های علکی میتونه باشه. اما تا قبل این سخنرانی الان خیلی احتمال داره مثلا سخنرانی بیاد بکنه و به راجع به نرخ بهره بگه که میخواد کم کنه نرخ بهره رو، ولی فکر نکنم این کار رو انجام بده. که اگه اینو بگه بازار پامپی میکنه، ولی خب فکر نکنم اینو بگه. خبر دوم این که مایکل سیلور دوباره اون پست معروف توییتریش رو منتشر کرد و به خرید بیشتر بیت کوین مثلا اطلاع داد که خرید بیشتر بیت کوین میخواد انجام بده. این خریدش هم معمولا روز بعد اتفاق میفته که یعنی میشه برای فردا اعلام میکنه که چه برنامه‌ای داره واسه خرید بیت. خبر سوم جیمز وین، فکر کنم آره جیمز وین بود دیگه، یه نهنگی که روی بیت کوین چند تا پوزیشن لانگ گرفته بود. یکی از فکر کنم آره چند تا پوزیشن گرفته بود، چند بیشترش لانگ بود دیگه. آره 8 میلیون دلار سود کرده بود. امروز پوزیشن لانگش رو بس با 1 میلیون ضرر، 1 میلیون دلار، و یه پوزیشن شورت گرفته. این از حرکت نهنگا که حالا خیلی روش امروز خبرش وایرال شده بود. توی کانال تلگرام بچهای تیم نتولت خبرش کار میکنن. اگه خواستین لینکش رو توی توضیحات همین ویدیو میذارم. فکر کنم تحلیل خط فاصله بیت باشه آدرس کانال تلگرامشون. واسه بیت این خط روند ما تو 2 ساعته واسش کشیدم. این خط روند قرمزی که پایین داره که گفتم دیگه، این یه اصلا بریم 4 ساعته داره یک گوه سعودی رو نشون میده که این گوه سعودی اگه شکسته بشه اصلا کلا این یه نشانه اینه که روندو میتونه نزولی کنه. گوه سعودی یه چارت پترن نزولیه. توی 4 ساعته اینو میشه دید. این خط که علامه دارم خط پایین رو میخوام یه ذره بیارم بالاتر توی 2 ساعته میزونش کنم، چون میخوام با شکستش اگه بشه یه پوزیشن شورت بگیرم. ولی من بهتون گفتم بارها پوزیشنایی که من کلا میگیرم اینجوری نیست من پوزیشنمو بخوام چند روز یا چند هفته باز نگه دارم. من پوزیشنمو بیشتر حد اکثر بخوام باز نگه دارم 2-3 روزه و اصلا به دید اثبات و بلند مدت و 6 ماه و 1 ماه و 3 ماه به بیت کوین و به ارز دیجیتال نگاه نمیکنم. این بازار بارها گفتم هنوز اونقدی جوندار نیست که بتونه خودشو نگه داره. با یه حرکت سیاسی میتونه جابجا بشه. مثل چند هفته پیش که گفتم آقا جون روی آلت کوین ها و بیت وقت پوزیشن لانگ نیست به خاطر گپ های سی ام ای و حرکتی که انجام میده. الان کسایی که رفتن آلت کوین خریدن چند هفته گذشته الان ببینید کجا، الان تو ضررن یا سود. یه آدرس دادی رو نگاه کنین میبینید آدرس دادی الان رسید به اون کفی که ساخته بود. خب به اون خط روندی که شکست. حالا آخر ویدیو شاید نگاهش کردیم ما. خلاصه این من این خط یه ذره بیارمش بالاتر. اینو من میخوام بذارمش روی این کندل و کندل 1 ساعته نه، 1 ساعته چند بار خط از دست داده و مثلا 1 ساعته خیلی ریسکش بالاست بخوایم وارد بشیم. البته میشه ولی خب من وارد نمیشم مگر که حجم بخواد زیاد بشه. این اگه کندل 2 ساعته زیرش ببنده میشه با حرکتی که اینجا داشته باشه حالا رو به پایین با یه حد ضرر رو ریسک ریوارد 1 به 1.5 حد مثلا 1 به 1 یا 1.5 میشه وارد شد. یه سود کمی یه سودی گرفت ازش دیگه. فقط سودو بعد گرفت و پوزیشن رو بست تو این با الان جای خطرناکیه بیت. الان این خط روند هفتگی زرد رو گفتم از سال 2018 داره، تو چند تا از ویدیوهام گفتم. الان توی روزانه برگشت دوباره زیر این و توی این چند سال از سال 2018 هیچ وقت نتونسته توی روزانه بالا این تثبیت بده. گفتم اگه بخواد بیت بره تارگت های 120,000 دلار باید بیاد بالای این خط روند زرد تثبیت بده. الان توی هفتگی یه نگاه با هم بندازیم دوباره بهتون نشون میدم، چون این خیلی چیز مهمیه. الان خیلی میان فومو میگن آره بخریم بازار رفت بالا. اینجا ببینیم توی هفتگی اینجا بوده روی سقف 60,000 و 70,000 هم اینجا هم بوده درگیری داشته. دوبار که بیشتر، یعنی 4 بار اینجا داشته، 1 بارم اینجا با شادو هم که 1 بار اینجا داشته. سال 2018 هم که اگه اینو بریم
سال 2018 اولین برخوردشه. پس حتما این خط روند رو اگه خواستین واسه خودتون بکشین و حتما اینو داشته باشین. آره اینجا هم که سال 2018 که برخورد داشته باش. آره 4 تا من بزرگ کنم تا ببینین. آره اینجا میشه اول خط. حواستون حتما به این باشه. کندل هفتگیمون هم که فعلا چیز خاصی نمیگه، فقط این که داره احتمال این که این روند داره اصلا از روی چارت ببینیم که روندمون داره ضعیف میشه رو میده. البته بعد این همه صعود این یه ذره طبیعیه که بخواد یه ذره حساب شلوول بیاد، ولی احتمال ریزش بیت هست. خب بریم 2 ساعته یه بار دیگه. RSI بیت هم که اون خط روندی که تو روزانه داشتیم و شکون، تو ویدیو قبلم گفتم این RSI اگه تو روزانه بشکنه احتمال این که به احتمال خیلی زیاد تا 53 بیارمش. آره این خط روند بود که اینم شکست. پس حواس حتما به ریزش بیت باشه. خب این از این. بریم روی چارت. روی چارت بیت از همین محدوده‌ای که هست میتونه بلند شه، چون این خط روند پایین رو داره. چندین بارم برخورد توی 4 ساعته بریم، یعنی دیدین دیگه تو 4 ساعته هست، توی 2 ساعته هم داره. من خط ذره آوردم بالاتر که توی 2 ساعته اگه شکست یه پوزیشن باهاش بگیرم، ولی احتمال بلند شدنش از این هست. بریم دامیننس بیت. خب دامیننس بیت رو داریم تا این فریم 4 ساعته. این خطا رو من یه نشون بهتون بدم. ما اینجا این خط بنفش داشتیم با این کف و این سقفم که این خط قرمز، این نارنجی که واسه این میدلاین این کاناله. الان من این خط کفو میارمش پایین‌تر، این خط وسط هم حذفش میکنم. خب خط بنفش میاریم اینجا، خط نارنجی هم که حذفش میکنم. بریم 2 ساعته ببینیم جاش خوبه. برای همینه که میگم با چارت باید همیشه هماهنگ باشین. چارت انگار یه موجود زنده است. چرا؟ چون پشتش موجود زنده است، انسان و خرد جمعی. برای همین باید همیشه با چارت هماهنگ باشین. خب بریم خط روند داره. یه خط روند اگه براش بگیریم، میخوام با این دوتا برخورد بگیریم. با اینجا بگیریم به اینجا میشد گرفت که حساب اینجا رو از دست داده. حالا میاریمش اینجا میذاریم. یه ذره درستش کنم. خب این از این. خب این خط روند رو میشه براش داشت. با این مقاومتی که اینجا ساخته میشه این خط آورد اینجا. اگه بعد شکست این میتونه حرکت کنه و به سمت این خط روندی که از دست داد بره. بریم تا این فریم 4 ساعته. ولی اگه این بخواد اینجوری نزولی بشه، احتمال این که بگیم بیت بخواد یه ریزشی داشته باشه هست. چرا؟ چون دارن بیتاشون رو میفروشن دیگه. این وسط شاید آلت کوین ها روشون فشارم کمتر بشه از لحاظ ریزش که خیلی خوبه. خب ولی حواستون به این باشه که امکان اصلاح بیت هست. پس با این اوصاف. خب این از این. 60 و 97 براش خیلی جای مهمیه دیگه. الان بریم عقب‌تر هم ببینیم. آره همون 60 و 97 خوبه. خب دامیننس بیت هم که هفتگی بریم. هفتگی چیزی نداره دیگه، همون 4 ساعته خیلی به وضوح معلوم. هفتگی این خط روند زرد داشت که اون دفعه که رسید بهش گفتیم واکنش نشون میده، واکنش خوبی هم نشون داد، فقط با شادو بهش رسید. و اینکه الان هم بخوایم چارت رو خلوت کنیم ببینیمش، به شدت سعودی با این کندل قرمز اینجا ریزشی شد، نه اومد اینجا دوباره به حرکت خودش ادامه داد. پس فعلا چون توجه ها به بیته. بریم آدرس‌زادی رو نگاه کنیم با هم. روزانه نگاه بهش بندازیم. فقط بیت حواستون به اون خطی که روندی که از بالا وارش بنفش کشیده بودیم باشه دیگه، اونو بشکنه میتونه سمت بالا حرکت کنه. ولی خب با سخنرانی جرم پاول امشب شب حرکت‌های خوبی میتونه باشه. بریم آدرس‌زادی. خب آدرس‌زادی رو داریم تا این فریم 4 ساعته.
آدرس رسید به این کفی که اینجا ساخته بود. حالا توی 2 ساعته و 1 ساعته میتونید کفی بهتری براش بکشین. اما حمایت بعدی که آدرزادی بتونه داشته باشه، حمایت خوبی که داشته باشه 7 تا 70 فکر کنم میتونه باشه دیگه. آره ببین چه جوریه اینجا با این کف اگه در نظرش بگیریم 7 تا 70 داره. با این 7 تا 70 هست. ولی خب اینجا رو شکسته، اینجا خیلی براش کار سختیه و احتمالاً هم نشکنه، چون اگه بخواد بشکنه خیلی از فشار روی بازار میاد. میتونه اصلا این محدوده برگشت بالایی داشته باشه با حرکت بیت. البته من خواستم به اینو بهتون نشون بدم که بگم وقتی میگفتیم آقا جان رو آلت کوین ها خیلی جای خطرناکیه، چه ریزش رو تجربه کرد آلت کوین ها الان. خب خیلی ممنون که تو این ویدیو همراه من بودین. خوشحال میشم که عضو کانال بشین. اگه انتقادی پیشنهادی هم دارین حتما بهم بگین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.